Oh, wow. Watch it. Whoa! Ah! Oh my god! That is not a fucking person! What? Morgan, talk to me. What do you see? What's going on? در طی تلاش‌های سازمان ناشناخته‌ای برای بررسی و کشف دنیایی به اسم بک‌روم ها، ما توی این مستند ضبط شده سرنوشت چند دانشمند رو از دید کامرامن گروه مارون تماشا می‌کنیم که چگونه همراه با گروهش سعی در کشف یک مکانی جدید از داخل بک‌رومز دارند. اما در همین حینه که مارون اتفاقی با سقوط به داخل یکی از گودال‌های توی بک‌روم به جایی کاملا متفاوت و جدید میره، جایی که اونا برای اولین بار متوجه میشن که داخل این بعد ناشناخته هم موجودات دیگه جز اونها وجود دارن، موجوداتی که شاید اول دوستانه به نظر بیان، اما درس بزرگی که بک‌رومز به اونا میده اینه که داخل اینجا تنها کسی که میتونه بهت کمک بکنه خودتی. سلام برابکس، من مهدیم و خوش اومدید به بررسی یکی از ویدیوهای بک‌رومز از چنل کین پیکسلز. داستانهای کوتاه و جذابی که از روی کریپی پاستای معروف یعنی بک‌رومز ساخته شدن. پس با در نظر گرفتن این موضوع بریم شروع کنیم. شیش می 1990 تقریباً 2 سال خورده‌ای بعد از اون که سازمان ایسنگ موفق شد تا پورتالی رو به این ابعاد ناشناخته به نام بک‌رومز باز بکنه، مستندی توسط فردی به نام مارون از تجربیات چند نفر از دانشمندای این شرکت گرفته میشه. دانشمندانی که قصد دارن تا با کمی پیشروی داخل بک‌رومز جاهای جدیدتری رو کشف بکنن. با شروع ریکورد ویدیو ما مارون رو داخل اتاقی می‌بینیم که ابزارهای مختلف زیادی از جمله لباسهای مخصوص برای کشف داخل بک‌رومز وجود داره. اتاقی که بعد از ورود به اون تصویر به جایی کات می‌خوره که چند نفر داخل اونجا در حال درآوردن لباسهای آزمایشگاهی خودشون و عوض کردن اونها با لباسهای مخصوصن. که از همین مورد هم خیلی راحت میشد متوجه شد که در واقع کسایی که داخل بک‌رومز رو مورد کشف قرار میدن دانشمندای خبره‌ای هستند که در تلاشن تا راجع به این بعد ناشناخته اطلاعات جدیدی کشف بکنن. بعدی با اتاق‌های تو در تو و ترسناک که هیچ کس از اون اطلاعاتی نداره و معمولاً هم گزارش شده که مردم عادی بارها و بارها با رفتن به جاهای مختلفی از خونه‌های قدیمی تونستن تا دروازه‌ای رو که به این بعد ختم میشه پیدا بکنن. دروازه‌ای که اونا به طور ناخواسته با رفتن به داخلش توی این بعد گیر افتادن. بعد از پوشیدن لباس‌ها با نگاه کردن به قفسه‌ای که قبل از ورود دانشمندا 5 تا لباس برای اون قرار داشت، میتونیم بفهمیم که معمولاً سازمان برای کشف و اکتشافات داخل بک‌رومز 5 تا دانشمند رو مسئول این کار میکنه. 4 نفر مشغول برای اهداف و 1 نفر مستند و فیلم بردار گروه. تعدادی که حالا بعد از اتفاقات و گم شدن بسیاری از افرادی که به داخل بک‌رومز رفتند، این اعداد به 4 نفر تغییر کرده. این بار 3 نفر برای اهداف و 1 نفر در نقش فیلمبردار و یا همون کامرامن. چیزی که باعث میشه من به این تئوری برسم که ظاهراً سازمان بارها و بارها با فرستادن افراد مختلفی داخل این بعد سعی در کشف و چگونگی و حتی خطرسنجی محیط اطراف و تله‌های داخل بک‌رومز داره. چیزی که مطمئناً باعث شده افراد زیادی در پی این اکتشافات ناپدید و یا حتی کشته بشن. به هر حال بعد از پوشیدن لباس‌های محافظتی، چند از اعضای گروه در پی تست میکروفون‌های لباسشون اسم‌های خودشون رو آشکار می‌کنن و ما با اونها آشنا میشیم. 1 2 3 1 2 3 Mark mic check. You're all good. This is Marv. 1 2 3 Marv. Mic check. 1 2 3. Great. This is George mic. بعد از خروج از اتاق تجهیزات و ورود به اتاق پورتال، ما میتونیم حالا دید بهتری به لطف اتاقهای شیشه‌ای که داخل اون بعد ساخته شده داشته باشیم.
اتاقی که بلافاصله بعد از ورود بهش خودمون همراه با گروه داخل بک‌رومز میبینیم. با دنبال کردن نوار سبزی که سری‌های قبل تا آخرین پیشروی ما کشیده شده، کاوشگرا به نوار قرمزی میرسن. نواری که برخلاف نوار سبز نشون دهنده جاهای کشف نشده و غیر امنه که اونا امروز قصد دارن تا به بررسی و کشف اون بپردازن. Oh, wow. This is new. بعد از کمی پیشروی اونا به منطقه‌ای جدید از بک‌رومز میرسن. منطقه‌ای بزرگ با سوراخ‌های یک اندازه که اونا تا به حال کشف نکرده بودن. جایی که اونا با دقت بهش میتونن اون طرف سوراخ‌ها یک در رو ببینن. یکی از کاوشگرا که بعد از دیدن اون در تصمیم میگیره تا داوطلبانه و با احتیاط از بین لبه‌های باریک اون گودال‌ها رد بشه، بعد از رسیدن به اونور خط و دیدن چیزی که پشت داره حسابی شوکه میشه و به همین خاطر هم از مارو یعنی کامرامن گروه درخواست میکنه تا با اومدن به پیشش از این صحنه باور نکردنی مستند تهیه کنه. اما متاسفانه زمانی که مارو سعی میکنه تا با رد شدن از بین گودال‌ها به اون ور برسه، یه نقص در دوربین اون رخ میده و باعث میشه تا به داخل اون گودال‌های عمیق سقوط کنه. بعد از سقوط مارو، اون که خوشبختانه صدمه چندانی ندیده، ناگهان خودش رو داخل منطقه‌ای کاملا جدید پیدا میکنه. منطقه‌ای شبیه به یک اتاق بزرگ با کاغذ دیواری هایی که سر تا سر اون رو پوشوندن. در حالی که مارو سعی میکنه تا با ارتباط گرفتن از بقیه درخواست کمک بکنه، متوجه صدای عجیب در جایی نزدیک میشه. صدایی که به نظر میاد از یک انسان عادی که مدت هاست اینجا گیر افتاده نشأت میگیره. مارو شگفت زده و متعجب تصمیم میگیره تا منشأ صدا رو بررسی بکنه و در این بین هم اون با یک دیوار نصفه روبرو میشه که میتونه با وارد شدن بهش به یک تونل که به یک محله کاملا عادی منجر میشه برسه. مارو داخل این محله عجیب و سرئال به جستجوش در پی اون فرد ادامه میده و میتونه در همین حین هم با خونه‌ای که برخلاف بقیه خونه‌های اون محله چراغ‌هاش روشنه روبرو بشه که با رفتن به داخل اون صحنه‌ای رو میبینه که در حالت عادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. خونه‌ای عجیب با تابلوهایی که داخل اون قرار دارن، اونم در حالی که اندازه فضای داخل خونه بسیار بزرگتر از مقداریه که از بیرون خونه قابل مشاهده است، که ثابت میکنه این مکان فقط تقلیدی از دنیای واقعیه که در واقع هیچ یک از محدودیت‌های زمانی و فیزیکی که مربوط به دنیای ما میشه رو رعایت و تبعیت نمیکنه. با وارد شدن مارو به خونه، اون بازم صدای فریاد و درخواست کمک اون مرد رو میشنوه و مجبور میشه تا برای پیدا کردن اون بیشتر و بیشتر داخل این فضا فرو بره. جایی که حالا بعد از طی کردن اون مسیر، مارو بازم به جایی کاملا جدید و متفاوت میرسه. مکانی با یک صندلی عجیب در وسط اون که مقواها و کفشایی در کنار اون رها شدن. چیزی که به نظر میاد نشون دهنده اینه که کسی قبلا اینجا زندگی میکرده. و حالا مارو با سرک کشیدن به پشت این اتاق متوجه اتاقی بزرگتر میشه که شباهت زیادی به بیشتر اتاقهای عادی بک‌رومز داره. جایی که حالا اون میتونه تا با همون صدای فریاد که این بار از یک موجود عجیب و ترسناک در میاد مواجه بشه. Hey! Can you hear me? Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is it? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Talk to us. What's happening?
بالاخره و بعد از یک تعقیب و گریز ترسناک و دلهره‌آور، مارو تونست تا به جایی برسه که ازش سقوط کرده بود. جایی که حالا بقیه اعضای گروه با فرستادن یک طناب اونو از اون جایی که حضور داشت به یک جایی که خطر کمتری تهدیدش میکنه میبرن. جایی که مارو میتونه تا مدتی رو داخلش در امان باشه و همچنین به گروهش هم این فرصت رو بده که نقشه‌ای برای نجات اون طراحی بکنن. و در همین حاله که ویدیو هم ناگهان به پایان میرسه، بدون اینکه در آخر گفته بشه که برای مارو و تیم اون در ادامه چه اتفاقاتی میفته. اما در آخر چه سرنوشتی برای مارو و تیمش رقم خورد؟ خب با توجه به توضیحات اول این ویدیو که داره به ما تاریخ ضبط این مستند و اسم کامرامند رو نشون میده، ما هیچ نکته و یا هیچ صحبتی از مرگ ماروین و یا تیم اون نمیبینیم. پس به احتمال زیاد میتونیم بگیم که اون و تیمش به سلامت از این ماجرا گذر کردن. اما سوالی که اینجاست اینه که اون موجودی که سعی داشت با تقلید صدا مارو رو گیر بندازه چی بود و هدف اون از گیر انداختنش چی میتونست باشه؟ چرا که به نظر میاد اون موجود هم قبلا افرادی رو این داخل با استفاده از تقلید صدا گیر انداخته بود. تقلید صدایی که مطمئناً مربوط به نفر قبلیه که قبل از ماروین داخل این دنیا حضور داشته. و خب نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ به نظرتون هدف اون موجود چی میتونست باشه و چه چیزی داخل اون دری که کاوشگرا تونستن تا پیدا بکنن حضور داشت؟ توی کامنت ها برام بنویسید و بگید که دوست دارید تا ادامه ویدیوهای بک‌رومز چنل کین پیکسل رو که دنبال ای بر همین داستانه رو بررسی بکنم یا نه. مثل همیشه ممنون رفقا که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و تا ویدیو بعدی شب آرومی براتون آرزو میکنم.